به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. ساکن 28 ساله شهر اسفره بهرامجان قیوموف 7 سال اینجانب از بیماری نکروز اسپتیکی سرگیر آنها از هر دو طرف درجه دوم اذیت میکشند. برای کمک جهت گذرانیدن عملیات جراحی پایشان با حجت‌های تصدیق کننده و تشکیلات جمعیتی آرمان دلها مراجعت نمودند. خوشبختانه مرد سخاوتمند از دهات وارو برای گذرانیدن عملیات جراحی پایشان به مقدار 20,000 سامانی کمک کرده به دستشان سپردند. یادآور باید شد که به گفت بیمار و حجت‌های تصدیق کننده عملیات جراحی بهرامجان قیوموف در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه با خرج 80,000 سامانی گذرانیده می شود. اینک باز برای دریافت قسم دیگری مبلغی جراحیشان از شخصان خیرخواه و فداکار خواهش می نمایند که کمک خود را رسانیده باشند. رقم تلفن و صورت حساب‌های بیمار در زیر نوار گذاشته شده است. هر یک نفری صاحب دل و خیرخواه می تواند سهم خود را برای گذرانیدن عملیات جراحی پایهای برادر بیمارمان گذرانیده باشد. آرمان دلها با ما بهترین ها.